به نام ایزد منان، گروه نورپردازی نویان لایت تقدیم می‌کند. طراحی اجرای لاین RGB رونده برای اولین بار در شهرستان ملایر. لوکیشن اجرا شده سالن خانه ورزش با مدیریت آقای سرملی. طراحی و لاین اجرا شده توسط مهندس بابایی و مهندس ایمانی میباشد. کار انجام شده که مربوط به سالن خانه ورزش میباشد به خواسته خود آقای سرملی به صورت رونده و RGB طراحی شده که با آهنگ ریموت DMX مچ شده و با فرکانس و ولوم آهنگ نورهای ما کم و زیاد میشه. به امید دیدار.